به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلامی، بنده امروز برای مادران عالی قدر یک عرضنامه خود را موافق خواهشی یک چند خواهران و برادران اهل اسلام عرض می نمایم. و این عرضنامه در بابت آن است که امروزها بعضی از مادران عالی قدر ما و شما از قاعده و قانون عائله کمی سبک اندیشی کرده، وقتی که به پسران خود همسر گرفته می دهند لیکن بعد اون یکی چند لحظه گذشت به اون همسر پسران خود سخنهای دغل می گویند. و البته هر یک خواهر اهل اسلام باید داند که مادر این کلید بخت و سعادت، کلید جنت الله تبارک و تعالی است. البته مادران عالی قدر نمیخواهند که آینده هر یک ما و شما در زندگی در راه خطای دچار گردیم و از این لحاظ آنها کوشش میکنند که به هر یک ما و شما همدن درس های زندگی را بیاموزانند. لیکن در نوبت خود نگفته نماند که امروزها بعضی از مادران سخنهای دغل را بسیار استفاده برده تا به درجه میرسد که به فرزند خود میگویند پسرم یا مرا انتخاب کن و یا همسرت را. استغفر الله. ای مادران عالی قدر، عائله برپا کردم چنانه که خود میدانید این یک کاری آسان نیست. یعنی وقتی که اون پسر برای خانه‌دار شوی به مملکت های بیگانه رفته کار میکند و با رق جمعین خود مبلغ جمع کرده و بعدا خانه‌دار میشود، اون مبلغی که اون صرف میکند و عموما اون نیتی که او در دل دارد ناامید میگردد. پس به حرمت خداوند ای مادران عالی قدر، ما عزت احترام شما را انشاءالله تا قدر امکان و تا اون لحظه که از در این دنیا زنده ایم بجا میاریم. و مادران عالی قدر، در زندگی با اون همسران فرزندان خود با مهر باشین. و ای خواهران عالی قدر اهل اسلام، به هر اون سخنهای خطاگیه که مادر شوهر شمایان میگوید قهر و اشک مریزانین و برعکس به هر سخنهای او، یعنی به هر سخنهای مادر شوهر خود با لفظ شیرین جواب کردانین و کارهای اون مادر گفته را بجارین. انشاءالله در زندگی بختیار شماست. و زنهار شوهر خود را نسبت مادری و دشمنی مندازین که این کار شما را تا آخر عمر و بعدا در روز محشر خوار و ذلیل خواهد گرداند. خود میدانید که این دنیا دو روزه است و ما هیچ کسی نمیدانیم که از این دنیا در وقت اجرای کدام اعمال ترک این دنیا میکنیم. پس به حرمت خداوند ای مادران، با اون همسران فرزندان خود دعای خیر دهین و با مهر و محبت همدیگر را دستگیری کنین، زیرا صلح و آرامی، مهر و محبت و رحم و شفقت و عاقبت بین همدیگر این یکی از نشانه آن است که ایمان شما قوی و اراده شما مستحکم است. در زندگی راههای پیچ و تاب و روزهای سخت و غمگین بسیار است
وقتی که شما به هر یک اون سنجش ها صبر کرده همدیگر را با سخنهای شیرین دستگیری میکنین، الله تبارک و تعالی همیشه به شمایان رحم و شفقت کرده بخت و سعادت را نصیب میگرداند. چون الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم و شان میفرماید استعاذ بالله ان الله يحب العفو، یعنی الله تبارک و تعالی بنده بخشنده را دوست می‌دارد، چون خداوند مهربان خود بخشنده است. پس به حرمت خداوند عائله خود را و اهل خانواده خود را دوست دارین و عاقبت را، رحم و شفقت را، مهر و محبت را بین همدیگر، بین یار و دوستان، بین خویش و تباران مستحکم کنین تا اینکه الله تبارک و تعالی از همه ما و شما رضا باشد. زیرا امروز ها بسیار خواهران اهل اسلام شکایت از آن میکنند که مادران شوهر اونها نسبت اونها بیرحمی زیاد میکنند. این هم از آن است که آنها از قاعده عائله داری کمی سبک اندیشی میکنند. البته ما نمیتونیم گوییم که مادران قاعده عائله داری را نمیدانند، چون که این سخن غلط است. البته مادران نظر به ما از اون مشکل‌های زیاد زندگی با خبرند، لیکن بعضی وقت مادران عالی قدر ما کمی سبک اندیشی کرده به یک خطایی راه میدهند. الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را برای راست به کار خیر هدایت گرداند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادری شما امید رحمت. این موعظه‌ای که شما گوش کردید موافق یک خواهش خواهر اهل اسلام ما و شما به سمع شما رسانیده شد و اگر در رفت نقل کردن این موعظه اگر به خطاگی راه داده باشم از همه شمایان معذرت میخواهم و در هر اون پند و اندرس هایی که بنده نقل میکنم اول برای خود و بعدا برای شمایان الله تبارک و تعالی عمل کردن را نصیب روزی گرداند. آمین یا رب العالمین.